دویچه وله. آواهای کم شنیده از دیروز تا امروز. درود بر تو اسکندر، درود بر همه شنونده های عزیزمون. آخرین برنامه ما در سال 2017 با یک سرود حماسی بود. باریکلا. مگه تو آسوری بلدی یا آشوری بلدی؟ من آشوری بلد نیستم متاسفانه، ولی خب از ریتم میشد فهمید دیگه. ریتمش هم همچین زیاد حماسی نبود. کلک زدی من قبلا شنیدی ولی نمیگی دیگه. نه ولی من واقعا نمیدونم خواننده چه کسی هستش. آها همون. اتفاقا من حتما میخواستم که این خواننده که یک خواننده آشوری یا آسوری هست ایشون رو اینجا معرفی کنیم، یادش کنیم که الان فکر میکنم در سن حوزه زندگی میکنه. من متاسفانه پیداش نکردم که باشه صحبتی بکنیم، ولی قبلش درود بفرستم به شنوندگان عزیزی که امسال یا لااقل سال میلادی با ما همراه بودن و سال رو با ما شروع میکنن و امیدواریم که همینطور ادامه پیدا کنه و ما باز دوره 60-70 روز دیگه نوروز میشه یه تبریک دیگه بهشون بگیم. ولی اینجا خصوصا شادباش بگیم به هم میهنان مسیحیمون که سالشون اول اونا نو میشه. و در ضمن هم از تو بخوام که قبل از اینکه راجع به اوین آقاسی که خواننده این ترانه هست، البته اشتباه نشه با نعمت الله آقاسی، ایشون یک نسبتی نداشتن با هم. نخه. اوین خواننده آسوری است و این شعری هم که من انتخاب کردم همونطور که تو گفتی حماسی این ترانه و من به زور دگنک چند تا آسوری خلاصه این رو ترجمه کردم و دوستان آسوری به من کمک کردن و یه ترجمه آزادی از این کردم، چون که خیلی دیگه حماسی تلاش کردم که خودم هم این ترجمه رو به صورت شعر درش بیارم، نظم لااقل، شعر حالا نگیم. ولی قبل از اینکه ترجمه رو پخش بکنیم ببینم که تو چی داری، چه ارمغانی داری یا چه خداحافظی، چه بدرودی در این سال گذشته مسیحی میخوای با شنوندگانمون داشته باشی. منم به نوبه خودم از همه شنونده های عزیز و خوبی که در سال 2017 مثل 2016 و 2015 با ما همراه بودن تشکر میکنم. در آخرین برنامه‌مون در سال 2017 اسمی بیاریم از برخی از کسانی که تا امروز برای ما پیغام فرستادن، افرادی رو معرفی کردن، چه از نسل جدید چه از نسل قدیم، که دوست داشتن که ما در موردشون برنامه درست بکنیم. آقای حبیب در تلگرام پیشنهادی رو مطرح کرده بودن از خواننده های جدید که حتما ما این کار رو انجام میدیم و در چندی برنامه گذشته هم گفتیم اگر یک زمانی این روند طولانی میشه نگران نباشن، چون مطمئنا ما به این پیشنهادات رسیدگی میکنیم. آقای رامین کرمی باز هم در تلگرام دویچه وله برای ما پیغامی رو فرستاده بودن و خواسته بودن از آقای مهدی سپهر صحبت بکنیم. خیلی فایل های شنیداری و عکس های خوبی از ایشون برای ما فرستاده بودن که حتما سر فرصت ازشون استفاده میکنیم. آقای
آقای مرداویج دوست عزیزمون که برنامه ما رو دنبال میکنه پیشنهاد میکنه که تو سراغ آقای والی پیانیست چیره دست بری و از این نوازنده هم یادی کنی. خانم شبنم همتیان هم به ما ایمیل داده بودند و افرادی رو معرفی کرده بودند که حتما به درخواست ایشون هم رسیدگی میکنیم. بله، شبنم همتیان من خیلی خوب میشناسمش به دلیل اینکه در صدا و صدایابی و موسیقی دست بلندی داره و در شعر هم همینطور و خیلی خوشحال هستیم که ایشون هم با ما همراه شده. آقای حلاج شنونده خوب و خیلی خیلی دقیق ما به ما ایمیل زده و به خصوص از برنامه مهرپویا ایشون خوششون اومده و ما هم خیلی خوشحالیم که خوششون اومده و حتی افسوس میخورد آقای حلاج که بله گویا در جایی بوده و یکی از هنرمندان این هنرمند با سابقه و خوش سابقه مهرپویا رو اصلا نمیشناخته. وقتی که ایشون بهش گفته خب یه آهنگی از ایشون میتونی بخونی چون صدای اون هنرمند شباهتی با صدای مهرپویا داشته. در شبکه‌های اجتماعی دیگه دویچه وله افراد زیادی به ما پیغام داده بودن. خانم شادی از کانادا، آقای یوسف از بابل، خانم مهتاب طاهره و سارا از ایران و آقایان بهادری، سالار ایزدی و علی هم از ایران برای ما پیغام‌های محبت آمیزی رو فرستاده بودن. از همشون تشکر می‌کنیم. تشکر آخر رو هم اسکندر من می‌خوام از عزیزانی بکنم که خودشون از اهالی موسیقی هستند، جزو نوازنده‌ها، آهنگسازان، رهبران ارکستر یا خوانندگان هستند که به برنامه ما خیلی لطف دارن، همیشه انتقادهایی رو به ما میکنن، انتقادهایی که ما میتونیم ازشون خیلی استفاده بکنیم. ولی ما به خودمون میبالیم که کارشناسان موسیقی هم با ما همراه هستند و امیدوار هستیم که کارمون رو بتونیم بهتر کنیم و در سال 2018 هم همچنان با ما همراه باشن. دقیقاً. ولی حالا بریم سراغ آقای اوین آقاسی. میترا اوین آقاسی در ایران که بود وقتی که ترانه‌های فارسی میخوند خیلی با ویگن صداش رو اشتباه میکرد، یعنی واقعا صداش شباهت زیادی به صدای ویگن داشت. ولی کن ترانه‌های آسوری که میخوند نمیدونم چرا صداش فرق میکرد و تو میدونی که این زبان آسوری یا آشوری زبان خیلی سختی هست و یکی از زبانهای سامی هست. من یادم یه برنامه هم داشتم خانم هلنی داریم که ایشون در آلمان در همکلن زندگی میکنه و ایشون یک ترانه خیلی جالب آسوری خونده بود که ما اون رو پخش کردیم و درباره اون ترانه هم کلی صحبت کردیم و ده ترانه سرا. اما اینجا حتما میخواستم چون اوین آقاسی رو صداش رو کمتر لااقل اکثریت شنیدن اینه که حتما ایشون رو معرفی کرده باشم. ولی تو نمیدونی چقدر زحمت کشیدم تا این شعر به این سختی رو دونه دونه کلمه به کلمه پرسیدم و به هر حال اینو به این صورت درآوردم. امیدوارم که آسوری هایی که این برنامه رو میشنون نگن که خیلی دیگه ترجمه خطا رفته، چون میدونی که برنارد شاه میگه ترجمه ها مثل دلبرانی هستن که زیبایانشون بی‌وفا و با وفاهاشون یه خود نازیبا هستن دیگه. و من مطمئنم ترجمه خوبیه، اما به قول تو اگر ایرادی هم داره امیدواریم که عزیزان آسوری ما بر ما ببخشن. اما کلی مشتاق شدیم، خب ترجمه رو بگو بهمون. سرزمینم مادرم آشور من، ای تو هم گهواره و هم گور من. پیر تاریخ است پر از رنگ تو، هوشیاری تو و فرهنگ تو. از تو آغازید کار کشوری، زیر پایت دشمن و تو سروری.
گر پراکندند ما را در جهان، باز می گردیم گردت پرتوان. تا نباشی پای مال هر غریب، باش تا در دست ما باشد صلیب. مرزهایت سینه های پرتپش، پاسدارت نیزه های گیلگمش. بهر حفظت اسب می تازیم ما، پرچمت را بر می افرازیم ما. خب دیگه اینقدر صحبت نکنیم اسکندر. نزدیک سال جدید، سال 2018 میلادی و این همونطوری که گفتیم آخرین برنامه ما در سال 2017 بود. به نظرم بریم سریع آهنگ رو به صورت کامل بشنویم. باز گفت بریم. پس درود بر تو و درود بر شنوندگان عزیزمون. در جشتت مردوتا یا یمد سپرایوتا آتور من هونم لیتا یم حسود تاشیتا آتور من هونم لیتا یم حسود تاشیتا عدنی بد بشنتا والدش من دشتشنتا اطرار بخت تورتا دنیا من اخشورتا اطرار بخت تورتا دنیا من اخشورتا در جشتی یا فوری یا لکم نقل اوری الودی و بز بقینا متر چستق بدداری گرشق مرزق جویدانیم صدرات کن کن خیلانی مصراق بد مام رخلور بیداغ بد مر مخلور بیدا تطق صود من بتاج برقای من بدری بد مدی بخلی ریش تاشی تاشی من Deutsche Welle